به نام خدا، به نام خالق غذاهای رنگ رنگ. سلام دوستان، امروز یه غذای متفاوت براتون داریم. خورشت اسفناج با آلوی بخارا در خدمت هستیم. ادامه ویدیو. اسفناجاتون نباید زیاد خورد کنید، طبق چیزی که دارید در تصویر مواد لازم رو تو کپشن خدمتتون عرض می‌کنم. دوستان توی مرحله اسفناج میذاریم تو بپزه و آبش کاملا گرفته بشه و اینم پیازداغمون. پیازداغ آماده شد، گوشت بهش اضافه. دوستان آب اسفناجمون که کاملا رفت، تفتش میدیم. فقط سرخش نکنید لطفا، مثل خورشت کم تفتش میدیم. حالا میایم ادویجات به پیازمون میزنیم، پیازمون سرخ. دوستان گوشتمون کاملا سرخ شد. این مرحله ادویجات رو اضافه میکنیم و حتما تو کپشن اندازه ادویجات و مواد رو حتما خدمت. دوستان در این مرحله وقتی رو تفتش دادیم، بعد یکم آب جوش بهش اضافه میکنیم تا کاملا خورشتمون گوشتش بپزه و جا بیفته. دوستان خورشتمون روغن انداخته، توی مرحله باید اسفناج رو به خورشتمون اضافه کنیم و صبر کنیم تا با اسفناج قشنگ جا بیفته. دوستان خورشتمون کاملا جا افتاده، به چه خورشتی شده. توی مرحله آلوها رو بهش اضافه میکنیم و روغنا رو بهش اضافه میکنیم. به مدت 10 دقیقه شعله کم میذاریم تا قشنگ آلوهاتون نرم بشه. نوش جانتون. چه خورشتی شده، همش گوشته.